و ما و شما چی بیان کرده است؟ یعنی ایمان را نور بیان کرده است. یعنی کفر ظلمات است. خدای بزرگ میگه که الله ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. خدای بزرگ میفرماید که کسانی که کافر شدند اولیای آنها، پیشوای آنها چیه؟ شیطان است. و پیشوای مؤمنان کیان؟ الله ذوالجلال است. و کان حق علینا نصر المؤمنین. خدا بر دوش خودش گرفته نصرت مؤمنان را خدای بزرگ یعنی چی است؟ راهبر مؤمن ها کیه؟ الله ذوالجلال است. و راهبر کافرها کیه؟ شیطان است. حتی اگر شما ببینید در جنگ بدر شیطان میگه به همراه کافرها آمد و گفت سین کافران چرا که من میبینم شما نمیبینید. برای همه از همون میدان بدر یعنی فرار کرد. یعنی در اونجا ملائکه ها که نازلش میشه شده بودن دیگه اینجا که دید شیطان دیگه از اون میدان فرار کرد. یعنی انسان الله ولی کیه؟ ولی مؤمن است. یار و یاوری المؤمن کی است؟ الله ذوالجلال است. یاوری کافرها کیه؟ یعنی چیه؟ یعنی شیطانی لعین. یاوری کیه؟ یاوری همون کسانی هستند که ایمان به خدا ندارند. برای همین نگاه میکنیم درباره ایمان ما و شما صحبت میکنیم. ایمان چی؟ یعنی ایمان رو من برای شما بیان میکند که خداوند بزرگ که درباره ایمان آوردن حضرت عمر من یک قصه برای شما بیان میکنم که برای ایمان آوردن حضرت عمر چی سبب شد که حضرت عمر رضی الله عنه ایمان آوردن. یک روز میگه از روزها سپاری از مجلس قریش برآمدن گفته قریشه ها ابوجهل اینا که کیه که همین برای کار پیغمبر محمد را خاتمه بتیه، یعنی محمد را بکشه و ما از شر همین خلاص شیم. همیجا شمشیر میگه برداشت حضرت عمر گفت که من کارش تمام میکنم. وقتی در راه آمد به همین سعد بن ابی وقاص رو پرو شد. سعد بن ابی وقاص گفت ای عمر کجا میرای؟ پسر خطاب کجا میرای؟ گفت میخواهم که برای محمد صلی الله علیه و سلم کارش به انتها برسانم، دیگه از شر همین خلاص شیم، فتنه همین خلاص شیم. نگید سعد بن ابی وقاص گفت که میدانی که تو محمد صلی الله علیه و سلم کشتی، تو در امان نمیمانی. قبیله قریش ترا خیل نمیمانند، اولادای محمد صلی الله علیه و سلم ترا نمیمانند، ترا میکشند. میگه در همین حالت میگه حضرت عمر گفت که تو مسلمان شدی؟ گفت من مسلمان شدم. سعد بن ابی وقاص اخی تقوای حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت من مسلمان شدم که من در دین محمد صلی الله علیه و سلم. بس او میخواست که بسوی حضرت عمر بسوی همین سعد بن ابی وقاص حرکت کرد. گفت که من یک چیز دیگه بشارتت بدم، چیز زوری بهوده میزنی. یزدت سعید بن زید مسلمان شدگی، خواهرت فاطمه مسلمان شدگی. بعد میگه همین خیلی کار در دست بود، همین خیلی کار در دست عمر بود، همین تا کار دماند و راه سپاری خانه خواهرش شد. آمد که در پشت در خواهرش ایستاد که صدای قرآن از درون خانه می آید. ای درون خانه خواهر چیز صدای قرآن می آید که خباب بن ارد در همونجا چیکار میکرد؟ اینا را تعلیم میداد. میگه وقتی میگه عمر که آمد در کوبید، خواهرش در کوبید، میگه در دستش یک چوبه بود، میگه در همین سری خواهرش زد، خون جاری شد. آمد یزدش گفت که تو از سعید بن زید گفت که تو گفت میگن به دین شده ای دین. گفت دین حق باشه چرا قبولش نکنم؟ من دین حق قبول میکنم. من در دین محمد مصطفی صلی الله علیه و میگه گرفت در زمین زدش. در زمین که زدش سعید بن زید که در زمین زد، خواهرش میگه آمد شوهرش خلاص کردن که یک مش در دهانش باز زد، میگه خون از دهانش جاری شد. خواهرش فاطمه را حضرت عمر زد. بعد خواهر عمر بداخی و فریاد زد، گو من در دین محمدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گو من در دین محمدم، من پارم کنی، من در دین محمدم، از دین محمد نمیبرم. گفت وقتا دید سری خواهرش پر از خونه،
دهان خواهرش پر خونه، شرمندوار ایستادگری که عمر گفت من گو پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، یعنی همون قرآنی که همون صحیفه که در همونجا بود میگه همون صحیفه را گریب خان، همین سوره طه را خون، طه و ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرة لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض السماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما ما تحت الثری ان تجهر بقول فانه یعلم السر و اخفی الله لا اله الا هو الاسماء الحسنی را همینجا را خان میگه. تا همینجا را آمد گو عجب کلام زیبای بده. گو قریش از زمین میگریختند، قریش از زمین میگریختند. گو همین است همون کتاب شما میخوانید؟ گو بله. گفت همین کتاب ما میخوانیمش همینه. گو من پیش پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم بری و میگه بردنش همون در همان حالت. خباب ابن عرد میگه پنهان شدگی به بجا بود، برآمد گفت ای عمر بشارت می تو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دین بیگه روز پنجشنبه بیگاه پنجشنبه کوت حقی تو دعا کرد که اللهم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب یا ابو جهل ابن هشام، به همین دو نفر اسلام عزیز بگردون. گو دعای پیغمبر در حق تو ای عمر مستجاب شده. گو پیغمبر در حق من دعا کرد؟ گو بله پیغمبر در حق تو دعای خیر کرده. ای عمر گو من پیش پیغمبر برین. سحر روز جمعه وقتی میبیرن همون سحر میبرنش، وقتی وارد دار ارقم شوه درک حضرت عمر میزنه، درکی میزنه در همون حالت از پشت در صحابه میپرسش کی تو کیستی؟ میگه من عمر ابن خطابم. صحابه ها هم نگران بدن، میترسیدن که حال چی میشه. عمرای گفتن عمرای. با امیر حمزه میگه 3 روز پیش از عمر مسلمان شدگی بود. امیر حمزه در درون دار ارقم بود. میگه گمانش عمر بیاید، اگر نیتی خیر داشته باشه خیر، نباشه با همون شمشیر خودش کارش تمام میکنم. شعرهای خدا درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدن. حمزه مسد الله و اسد الرسول بود، شعر خدا و شعر رسول بود. حمزه را گمانش وقتا درک شادن او عمر پیشینه نیست، ایمان در قلبش وارد شدگی آمد خش در آغوش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشت. لا اله الا الله محمد رسول الله. گو اصحاب میگه تکبیر گفتن، همون خانه لرزید، همه اصحاب تکبیر گفتن برای عمر، به یاد عمر همه تکبیر گفتن. برای همین وقتا خدا میگه او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثلی فی ظلمات لیس بخارج منها. برای پیغمبر دعا کرد که خدا اسلام بعدو یعنی انسان یعنی عزت ببخش. یعنی چی؟ ابو جهل ابن هشام، عمر ابن خطاب. لیکن دعای پیغمبر چی در حق عمر پیدا شد؟ چی میگه در اینجا؟ میگه او من کان میتا فاحیینا. خدا میگه او کسی مرده بود من زندهش کردانم. حضرت عمر تا قیامت زنده، نام عمر زنده تا قیامت هرگز نمیرد. آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است به جریده عالم دوام ما تا قیامت هست. نام بزرگوارا زنده، اینا زندن. اینا عمر خدا میگه من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. یعنی نور ایمانش دادم که دمابین مردم میروه، دمابین مردم میره. او مانند همون ابو جهل است که در ظلمات های ابو جهل در همون ظلمات ابدالآباد ماندک دیگه نبرآمد. همین نگاه میکنیم حضرت عمر با نور ایمان با نور اسلام مشرف شد. و اگر میبینیم در همه کارهاش در زمان، اگر ببینیم در جنگ بدرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از همه چی مشورت پرسید. حضرت ابوبکر مشورت پرسید. حضرت ما 70 نفره که اسیر بدن، 70 نفره که اسیر بدن، همانا را پیغمبر خدا گفت چی باید کنیم؟ سین ابوبکر گفت، ابوبکر صدیق گفت که همین فدیه بگیریم و همین را آزاد شو کنیم. لیکن حضرت عمر پرسید. حضرت عمر گفت که نه یا رسول الله، گفت باید ما نزدیکامون بکشیم که کافرها بدانن که ما در مقابلشون سختیم، در مقابلشون ایستادگی میکنیم. ما یعنی به اینا گفت حتی علی عقیل گفت دادرش گفت باید به قتل برسونه. حمزه باید نزدیکترینش تا که بدانن که دشمنان اسلام که ما در مقابلشون رحم نداریم. میگه
پیغمبر گپی حضرت ابوبکر صدیق گرفت. گپی ابوبکر صدیق گرفت. پیا گرفت و 70 نفر آزاد کرد. و میگه فردا حضرت عمر میگه اومدم که گریه داره، پیغمبر گریه داره. گفتم ما یبکی که یا رسول الله و انت و صاحبک. آمدم که ابوبکر هم گریه داره. آمدم اینا هم 2 نفر گریه دارن. با میگه گفتم برای چی گریه میکنی یا رسول الله؟ گفت همین سخنی تر الله به همه تو موافقت کرد. و ما کان للنبی ان یکون لهم اسرا حتی یسخنوا فی الارض تريدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله هو العزیز الحکیم. همین آیت فرستاد که خداوند گفت برای پیغمبر لازم نبود که اسیر بگیره و فدیه بگیره. الله شما دنیا را میخواهید، الله آخرت را میخواه برای شما. والله عزیز الحکیم. حضرت عمر میگه میجا گریان شد. میگه گویی عمر اگر آیت حاضر، اگر عذاب نازل میشد، ای عمر اگر حاضر آیت نازل میشد، عذاب نازل میشد، بغیر تو همه هلاک شدگی بدن. ای عمر. حضرت عمر میگه گریان شدم. گفتم الله قطع رأی من موافق آمد. گو رأی تو به الله موافق آمد. ای عمر رأی من گو به الله موافق آمد. گو بله رأی تو به الله موافق آمد. اگه باید که در اینجا همه گپ حضرت عمر اینجا تایید شد. بعد دیگه همه جا میگه من خرسان شدم. گفتم که ای الله ذوالجلال ببین که رأی من موافق گردان دیدی. درباره آیه حجابم میگه من استادگری کردم. گفتم رسول خدا را زنای تو باید حجاب داشتم. همه جا آیات میگه نازل شد قل یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. در شانش میگه همین آیات نازل شد. هر آیه را که میگم من هر چیزی را از خدا خواستم، خدا با من موافقت کرد. میگه با من چی موافقت کرد؟ اگر میبینیم زمان خلافت شونه، حضرت عمر از زمان خلافت شونه من برای شما بیان کنم. در زمان خلافتشون اصلا یکی از غلاماش میگه یگام شب نبود که عمر خواب کند. در زمان خلافتش شبها چی میگشت، میگشت به هر جا چی میرفت. حضرت عمر شبها میگشت. میگه یک شب اصلا میگه رفتیم در حیره. رفتیم حیره از مدینه بیرونه. میگه ما رفتیم از مدینه بیرون، یک جا رفتیم که علال سوخته ایستاده، یک آتش سوخته ایستاده. و میگه من گفتم که هم میگه برای هم گفت که یکم کاروان آمدگی همین جماندگی شدگیان همه را باید بریم پاسبانی کنیم که یکم که ضررشون نرسونه. میگه آمدیم اصلا میگه که آمدیم یک زنک میگه همه جا شدگی 3 تا کودکک همه جا گریه دارن، علال سوخته ایستاده، یعنی دیگ جوشیده ایستاده. اونا هر چند گریه بکنن این مادر تمامشو نمیتیه. به حضرت عمر میگه سینش گو که یا اما ای مادر همین را تمام نمیتی. گو چیشون بتیم در درون این دیگ همین سنگ پاره ماندم جوشیده ایستاده برای تسلی همین کودککا یتیمم. بگو به عمر مراجعت نکردی؟ گو عمر باید که ای حال ما آگاه باشه. گو عمر چی میدونه در صحرا حالی تو چه؟ گفت عمر وقت مسئولیت میگیره باید که از حال ما خبردار باشه. و همینجا میگه حضرت عمر گریان شد. سینی اسلام سینی غلامش گفت که بیا بریم به مدینه. آمدن از مدینه میگه برای تمام آراسته کردن میگه گرفت یک خلطه و حضرت عمر برداشت. هر چند اصلا میگه گفتم که بیا من همین خلطه را بگیرم. گفت که نه خلطه را تو نمیگیری، این گناه عمر باید عمر را جبران کنه. میگه با همو جرا برد. میگه همو خلطه را یعنی همو طعام آراسته کرد. میگه او زنک دیگه شسته سبود ای علاوه مانده پوف کرده سای روشای مبارکش پرای خاکستر شدگی بود. میگه عمر میگه در همین حالت میگه طعام این مادر میگه آماده کرد، تیار کرد. میگه طعام میگه همین تا خورده ایستادن کودککا. میگم اصلا میگه گفتم یا امیرالمومنین بیا بریم. نه گفت در حالت آمدم این کودککا گریان بدن، حالی در همین شادابیشون در همین خرسندیشون میگه ما ببینم شون. میگه همه جا میگه نگاه کرد کودککا میگه طعام خوردن، سیر شدن، هم خرسندی میکردن. حضرت عمر تماشاشو میکرد. با سینی همین زن گفت که فردا پیش عمر بیا. عمر یعنی پیش عمر که اومدی مرا همو جمعی آبی. نگو سینی همین زنه که من